چند سالی بود که بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی مطرح بود. حالا این قانون به مرحله اجرایی رسیده و فراخوان ثبت نام سامانه مؤدیان آغاز گردیده. اما بیاین بیشتر با این قانون آشنا بشیم. ابزار اجرایی این قانون سامانه‌ایه که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور آغاز به کار کرده. در این سامانه برای هر مؤدی مالیاتی کارپوشه اختصاص داده شده که تبادل اطلاعات میان مؤدیان و این سازمان از طریق این کارپوشه انجام میشه. اهمیت این کارپوشه برای سامانه مؤدیان از اونجاییه که مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب‌های الکترونیکی این سامانه است. اما صورتحساب الکترونیکی چیه؟ در نوع اول با صورتحساب‌های کاغذی مواجه هستیم. برای اشخاصی که طبق قوانین و مقررات امکان صدور صورتحساب‌های غیر الکترونیکی رو دارن موضوعیت داره و تمامی اقلام اون شامل اقلام اطلاعاتی صورتحساب‌های الکترونیکیه، به غیر از اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مؤدیان نظیر شماره منحصر به فرد مالیاتی به این صورتحساب اضافه میشه. اما در نوع دوم با صورتحساب‌های الکترونیکی مواجه هستیم که اونها دارای سه شکل هستند. شکل اول این صورتحساب دارای اطلاعاتیه که در اون نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور، اطلاعات هویتی، مشخصات کالا و خدمات ارائه شده، واحد سنجش، مبلغ فی، مبلغ کل، مبلغ تخفیفات، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، مبالغ و سایر مبالغ عوارض، مقدار پرداخت نقد و مقدار پرداخت نسیه به صورت کامل در اون درج شده. شکل دوم صورتحساب‌های الکترونیکی صورتحساب‌هاییه که با اطلاعات کامل فروشنده، اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار میباشد. شکل سوم صورتحساب‌های الکترونیک همون رسید پرداخت وجه صادر از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی رسمیه که طبق قوانین اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته میشود هستند. همونطور که گفتیم سامانه مؤدیان مالیاتی برای پایانه‌های فروشگاهی آغاز به کار کرده. طبق تعریف این سامانه، کلیه خرده فروش‌ها و کلیه واحدهایی که با مصرف کننده‌های نهایی در ارتباط هستند، به عنوان پایانه‌های فروشگاهی شناخته میشن و ملزم به اتصال به این سامانه میباشند. اما کمی بیشتر با فرایند صدور صورتحساب‌های الکترونیکی آشنا بشید. طبق آنچه در قانون پیش بینی شده، کلیه خرده فروش‌ها و کلیه واحدهایی که با مصرف کننده‌های نهایی در ارتباط هستند، به عنوان فعالان پایانه‌های فروشگاهی شناخته میشن. در نظر داشته باشند که اگر از دستگاه کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه‌های فروشگاهی استفاده می‌کنند، رسید پرداخت اونها حکم صورتحساب الکترونیکی رو داره و دیگه نیازی نیست بابت صورتحساب الکترونیکی درخواست مجزا صادر کنند و سامانه این صورتحساب رو برای اونها صادر می‌کنه. حالا اتصال به این سامانه نیاز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خودش رو داره، چرا که اگر شما پایانه فروشگاهی هستین باید در قدم اول به درگاه‌های پرداخت رسمی کشور متصل بشین، در قدم دوم به سامانه مؤدیان متصل بشین و در قدم سوم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی رو داشته باشین. این سه قدم هر سه از طرف پایانه‌های فروشگاهی در نرم افزار حسابداری هولو ایپکس پیش بینی شده. در واقع نرم افزار حسابداری هولو ایپکس به خواست کاربران این نرم افزار امکان اتصال به سامانه مؤدیان در موعد مقرر در اول فروردین 1402 ایجاد می‌کنه و میتونه کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدی رو از طریق حافظه مالیاتی و فراخوانی متدهای API جمع‌آوری و این اطلاعات رو به سامانه مؤدیان منتقل کنه و در پرونده و سوابق مالیاتی مؤدی ثبت بشه. برای آشنایی با جزئیات بیشتر این قانون در ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید.